خب از همین خاطر مطمئنا من همچون سخنگوی حرکت سیاسی گروه 24 اعلان می‌دارم که از این پس صلاحیت‌های رهبر حرکت سیاسی گروه 24 بر دوش شورا هست و شورا تصمیم میگیرد و جانشین حرکت سیاسی گروه 24 تصمیم‌های شورا را اجرا میکند و عملی میکند و این چنین بیشتر صلاحیت‌ها به دست جانشین حرکت سیاسی گروه 24 حسین اشرف سپرده می شود و با تصمیم شورا حسین اشرف فرمان میدهد و عملها در حرکت سیاسی گروه 24 پیش می رود تا پیدا کردن رهبر حرکت سیاسی گروه 24. اگر هموطنان ما و رسانه‌های مجازی و هر کس و هر روزنامه از هر جای سوال و جواب دارد میتواند با من سخنگوی گروه 24 عبیدالله سعیدی مراجعت کند و ما میتوانیم با رهبر حرکت سیاسی گروه 24 حسین اشرف پیوست کنیم و صحبت کنند و این چنین اگر شما میتوانید خواهش صحبت دارید سوال و جواب دارید میتوانید با رهبر حرکت سیاسی گروه 24 یعنی رهبر موقتی و یا اینکه صلاحیت‌های رهبر که این حال در دست اوست حسین اشرف مراجعت کنید. سامانه فیسبوکی دارد و این چنین در برنامه‌های حق و باطل شماره تلفنش هست مراجعت کنید و با ایشان صحبت کنید. از این پس برنامه‌های ما برنامه‌های دقیق بود. ما میتوان گفت که برنامه‌هایی که از پیش خواهیم گرفت مطمئن باشید که برنامه‌های قوی‌تر از گذشته خواهد بود. همین برنامه‌ای که در سال 2023 ما عملی کردیم که تمام جهان رو به لرزه در آورد، خود تخم زدن به ماشین امامعلی شریفوویچ رحمانوف، خود همین قضیه الکه رحمانوف رو اونقدر نگران کرد که دست به چنین عملها بزند و پولهای خیلی هنگفته بدهد که با رهبر حرکت سیاسی گروه 24 و یا اینکه نسیم جان شریفوف چنین اتفاقی بیفتد. من مطمئن هستم که رحمانوف پس از ضربه خوردن از حرکت سیاسی گروه 24 میخواست کاملا این حرکت رو منظریف بسازد و از این طریق رهبر آن رو با نمایندش با مبلغ‌های خیلی هنگفته با یعنی دزدید از ترکیه و یا اینکه امکان داره بدزدد، ولی الان که دزدیده شاید در ترکیه قرار داشته باشن بچه‌ها. و همین حال من گفتم میتوانم که رحمانوف به نزدیکی طرف اروپا سفر دارد و بچه‌های حرکت سیاسی گروه 24 یک آماده باشی قوی گرفته ایستادن و برنامه‌های جدید نه مثل برنامه‌های گذشته خواهد بود، بلکه برنامه‌های نوی خواهد بود که رحمانوف هیچ انتظاری از آن ندارد و